خون بند ناف سرشار از سلول‌های بنیادی خونساز است. این سلول‌ها در برخی از انواع سرطان‌ها با تشخیص پزشک به بیمار پیوند زده می‌شوند. این پیوند در نوع خودش جزء پیوندهای نادری هستش که انجام میگیره. هرچند ما الان بیشترین پیوندهایی هم که از نمونه‌های خون بند ناف انجام شده اصطلاحاً پیوندهای خواهر و برادری است. یعنی ما الان خیلی از موارد خانواده‌هایی که در آستانه تولد فرزند هستند و یک کودک مبتلا به بیماری ژنتیکی یا بیماری خونی رو دارن و میان نمونه خون بند ناف نوزاد جدید رو ذخیره سازی میکنن، از قضا ما میبینیم که این نمونه نوزادی که متولد شده و ما ذخیره سازیش رو انجام دادیم کاملا با فرزند بیمارشون تطبیق داره و این قابل پیوند است. خون بند ناف باید دارای شرایطی باشند که شانس موفقیت پیوند در سرطان‌های بدخیم را افزایش دهند. علاوه بر تطابق ژنتیکی باید اون نمونه از لحاظ تعداد سلول برای وزن بیمار هم کافی باشه که حداقل 600 میلیون رو ما در نظر میگیریم که باید وجود داشته باشه این تعداد سلول تا ما اون نمونه رو قابلیت ذخیره سازی بهش بخوایم بدیم، به اضافه یه سری آزمایشات تکمیلی. سلول‌های بنیادی خون بند ناف برای درمان بیماری‌های سخت علاج دیگر هم استفاده می شود. بیشترین استفاده از سلول‌های بنیادی خون بند ناف در بیماری‌هایی است که منشأ خونی دارند. سردسته این بیماری‌ها مثل بیماری تالاسمی، انواع سرطان‌های خون، کمخونی‌های مادرزادی، بیماری‌های نقص سیستم ایمنی. خون بند ناف در زمان تولد نوزاد ذخیره می شود تا در هنگام لزوم برای خود نوزاد و یا خواهر برادر آنها استفاده شود. پیوند بانک خون بند ناف رویان هر سال تعداد قابل توجهی از بیماران نیازمند پیوند از طریق بیمارستان‌ها و مراکز پیوند به ما ارجاع داده میشن. ما تو این مرکز براشون دنبال نمونه می‌گردیم. اگر نمونه‌ای با تطابق ژنتیکی کامل براشون پیدا بشه که سایر مشخصات اون نمونه هم به درد بیمار بخوره، برای مرکز پیوند اطلاعات نمونه رو ارسال می‌کنیم. در صورت تایید پزشکان پیوند اون نمونه در اختیار بیمار قرار میگیره و پیوند براش انجام میشه. پژوهشگران کشورمان به تازگی از خون بند ناف در درمان بیماری‌های فلج مغزی و اوتیسم کودکان هم استفاده می‌کنند. سلطانیان، خبرگزاری صدا و سیما.